صنعت فیلم و سریال بعد از کرونا داره میترکونه و هر روزی رکورد جدید میزنه. ارزش بازار فیلم و سریال تو سال 2021 به 99.7 میلیارد دلار رسید. در حالی که این رقم تو سال 2020 80.5 میلیارد دلار بود. اما تو همین بازه زمانی گیشه سینما به دلیل پاندمی کرونا با کاهش 50% بازار فروش همراه بوده. اغلب کشورهای صاحب نام در صنعت سینما از مخاطب نسبتاً خوبی برخوردارند. این در حالیه که مخاطب سینما به نسبت جمعیت در کشور ما خیلی پایینه. شاخص سالانه سینما رفتن تو کشور ما 0.3، یعنی هر ایرانی در طول 10 سال فقط 3 بار سینما میره. این شاخص تو آمریکا 3.7، یعنی هر فرد آمریکایی به طور میانگین در هر سال 3 بار به سینما میره. تازه این شاخص‌ها برای سال 2019 هست که آخرین سال عادی سینما پیش از کرونا بوده و الان این شاخص برای ایران کمتر هم شده. خب این یعنی وضعیت مخاطب سینمای ما زیاد خوب نیست. ما تو نمافر نقشه مسائل صنعت سینما در ایران رو منتشر کردیم که به همین مسائل بپردازیم. تو این گزارش علاوه بر مسائل مرتبط با مخاطب و مصرف، به موضوعات مختلف در زمینه بازار و فروش، پژوهش و محتوا، ترویج و گفتمانسازی، تولید و اشتغال، تامین مالی و سیاستگذاری و نظارت در سرفصل‌های جداگانه پرداختیم. شما میتونید این گزارش رو از سایت namafar.ir تهیه کنید. در ضمن منتظر نظرات و نقدهای سازندتون درباره این گزارش هم هستیم.